اخطار. محتوای این ویدئو ممکن است شما را به سوی موفقیت و آزادی مالی سوق دهد. فنجونتون رو خالی کنین با پتمن سناتی راجا. دوستان، ورودتون رو به یه ویدئوی دیگه که تصمیم گرفتم ارائه بدم خوش آمد میگم. الان توی دفتر جدیدم نشستم، اولین دفتر جدید VTC در مالزی و دفتر اصلی وی گلوبال که نتورک جهانی رو ساپورت میکنه. هر جا که هستین و این ویدیو رو تماشا میکنین، این یه ویدئوی خیلی ساده است. لیدرهای زیادی در سراسر دنیا از من در مورد مسائل متعددی سوال کردن که در ویدیوهای قبلی بهشون اشاره نشده بود. و من یه ویدئوی جدید دیگه به عنوان 8 سنگ بنای اصلی ارائه کردم که توسط استودیوهای وی تنظیم شده و میتونین تهیهش کنین. اما این ویدئو کوتاهه و به اصل مطلب میپردازه و برای من این وسیله‌ایه تا اهمیت آموزش رو در تجارت ما نتورک مارکتینگ و اهمیت آموزش در وی و چگونگی بنا کردن نتورک با شما در میان بذارم. اشتباهی که خیلی از مردم هنگام ورود به تجارت ما میکنن اینه که فکر میکنن که میدونن چجوری کار کنن. اونا وارد تجارت نتورکینگ میشن و میگن لازم نیست بهم چیزی یاد بدی، میدونم باید چی کار کنم. اما وقتی واقعا تحلیلش میکنی، هر شخصی با هر سابقه کاری، چه دکتر یا چه مهندس، الان توی منزل نشستین و فکر میکنین که مجری یه شرکت نتورک مارکتینگ چند میلیون دلاری هستین. این به این معنی نیست که وقتی وارد تجارت نتورک مارکتینگ میشین، اگه از اصول و قواعد پیشینه‌های سنتی استفاده کنین موفق خواهید شد. نتورک مارکتینگ کاری منحصر به فرده، خیلی خاصه و لازم میدونه شما به طور مکرر آموزش ببینین، تعلیم داده بشین تا این تجارت براتون کاملا مفهوم بشه. خب نتورک مارکتینگ، مفهوم نتورک مارکتینگ اساساً چیزیه که وقتی واردش میشین، مثلا وارد نتورک شین، قانون طلایی اینه که شما یه بچه کوچولو که مسیر زندگی رو تازه آغاز کرده. تجارت نتورک مارکتینگ تجارتیه که با 60 سال سابقه یا حتی گاهی با 100 سال سابقه نمیتونین فکر کنین که به اندازه کافی میدونین. قانون اولی که میخوام باهاتون در میون بذارم اینه که وقتی وارد نتورکینگ میشین، لطفاً توجه داشته باشین. لازمه که مثل یک کودک گام بردارین. باید فنجونتون خالی کنین. من بارها و بارها داستان خالی کردن فنجونتون رو براتون گفتم. اگر در جلسات آموزشی من در سرتاسر دنیا شرکت کرده باشین، میدونین که من هر جلسه آموزشی رو با داستان خالی کردن فنجون شروع میکنم، اما اینو میخوام یه بار دیگه براتون تعریف کنم. خب، فلسفه خالی کردن فنجون رو از استادم داتو ویجی اسواران که مدیریت وی رو در اختیار داره یاد گرفتم. وقتی ایشون این داستان رو برای من چند سال پیش تعریف کرد، من اهمیتش رو درست درک نکردم. و بعد از اینکه چندین سال در مکتب ایشون بودم، نتیجه گرفتم که این داستان نقطه عطفی در زندگی من بود. و ضعف من سالها قبل از اون اینجا بود که فنجونمو خالی نکرده بودم. خب، داستان خالی کردن فنجون اینه. این داستان یه داستان خیلی ساده است که از داستان استاد سوزوکی نشأت گرفته که یه استاد بودیسم زنه در ژاپن. این مرد واقعا وجود داره. موتورسیکلت سوزوکی رو نمیگم، استاد سوزوکی رو میگم. خب، و استاد سوزوکی مدرسه خودشو با شعبه‌های بسیاری در ژاپن تأسیس کرد، جایی که افراد جوان از روستاهای دورافتاده، افرادی که فقیر بودن، بی سواد بودن، جوانانی که میخواستن روش نوین زندگی کردن و بر اساس بودیسم زن یاد بگیرن، وارد این مدرسه میشدن و دانش آموزش میشدن و وارد مدرسهش میشدن. خب، یک سالی بود که اون 13 دانش آموز رو برای سال اول کلاس ها دعوت کرد. 4 سال طول میکشه تا شما استاد به حساب میان یا حتی برای استاد شدن سعی کنین. خب، 13 تا دانش آموز بودن که 12 نفر اونا از روستاهای دور افتاده ژاپن اومده بودن، بچهای فقیر بودن، و یه بچه که به اصرار پدرش یا به دلایل مختلف دیگه به کلاس استاد سوزوکی اومده بود. خب، این دانش آموز اهل یه روستای دور افتاده نبود، اهل توکیو بود که به آمریکا رفته بود و صاحب مدارک عالیه تحصیلی و PhD بود و به کلاس اومد. خب، اولین سال کلاسای استاد سوزوکی شما هیچ کاری نمی کنین. خب، در واقع زمین رو تمیز می کنین، توالت ها رو می شورین و در واقع برای ارشدا غذا می پزین، ظرف ها رو تمیز می کنین، یه عالمه از این کارای خدمتکاری، از اینجور کارا. و بعد به کلاس بالاتر میرین و بهتون ترفیع میدن. پس در سال اول دانش آموزان چنین کارایی میکنن.
به قلم دست نمیزنن، آموزش‌های رسمی نمیبینن، در مورد فلسفه بودیسم زن مطالعه نمیکنن، فقط کارهای تمیزکاری میکنن. اوکی؟ و بعد در پایان سال اول استاد سوزوکی 13 دانش آموزو در یک حیاط بزرگ به صف میکنه. خب و تصمیم میگیره کی به سالای بالاتر بره. و میرفت سمت دانش آموز اول و میگفت تبریک میگم برو به سال دوم، تبریک میگم برو به سال دوم، تبریک میگم برو به سال دوم. وقتی به اون دانش آموز که در آمریکا تحصیل کرده بود رسید، به اون پسر نگاه کرد و گفت آماده نیستی، باید 1 سال دیگه هم در کلاس اول بمونی. اون پسر جا خورد. استدلالی که اون از کار استاد سوزوکی کرد این بود که استاد ازش خواسته تا به سال اول برگرده تا دانش آموزانی که جدید میان و راهنمایی کنه. خب پس برای 1 سال دیگه هم باید توالت‌ها رو تمیز میکرد، زمین رو جارو میزد و برای همکلاسیاش غذا درست میکرد که الان دیگه ارشدش شده بودن. متوجه میشین؟ اوکی؟ و 1 سال دیگه هم اونجا موند. فکر نمی کنم تمیز کردن توالت کاری باشه که شما از انجامش خوشتون بیاد، ولی اون برای 1 سال دیگه هم انجامش داد. خب به هنگام فارغ التحصیلی برای بار دوم، برای دانش آموزان سال اولی که این پسرم جزشون بود، استاد سوزوکی راه میرفت و میگفت تبریک میگم شما ترفیع گرفتین، شما ترفیع گرفتین. رسید به این پسر و یه بار دیگه گفت هنوز آماده نیستی. اوکی؟ 1 سال دیگه هم بمون. این دفعه این پسر بدجوری عصبانی شد، خشمگین شد، فریاد زد و به همکلاسیاش گفت میخوام برم پیش استاد سوزوکی و به این پیرمرد بفهمونم که الان چه احساسی دارم. فهمیدین؟ پس رفت پیش استاد سوزوکی و از شدت عصبانیت به در لگد زد و سر استاد سوزوکی داد کشید. خب داد زد و استاد سوزوکی در حالی که نشسته و در حال نوشیدن 1 فنجون چای بود به اون نگاه کرده گفت آروم باش، بشین، بیا حرف بزنیم. و پسر آروم شد و نشست. خب و بعد استاد سوزوکی گفت برای من 1 فنجون چای بریز. پسر ریخت. خب شمایی که الان اونجا نشستین و چای میخورین کی دیگه به ریختن چای ادامه نمیدین؟ زمانی که فنجون تقریبا پر شده باشه، وقتی چای به لبه فنجون میرسه. خب و اون پسرم منطقا دیگه نریخت و استاد سوزوکی بهش نگاه کرد و گفت هی کی بهت گفت دیگه نریزی؟ ادامه بده. پسر گوش داد و بازم ریخت. وقتی در فنجونی که تقریبا پر شده بازم چای بریزی چه اتفاقی میفته؟ درست میگین، سر میره. و چای سر رفت و ریخت روی میز و بعد ریخت روی زمین. بعد از چند ثانیه پسر احساس حماقت کرد و قوری رو گذاشت زمین و گفت میخوای چی رو ثابت کنی؟ و استاد سوزوکی با نگاهی خاص بهش گفت دلیل اینکه هیچ وقت ترفیع نگرفتی این بود که تو مثل این فنجون میمونی. تو پری. هر مطلب و دانشی که میخواستم بهت یاد بدم نمیتونست واردت بشه، سر میرفت. پس منطقی که پشت این درس استاد سوزوکی بود که من از داتا ویجی یاد گرفتم و اونا هر جای دنیا که سفر میکنم یاد میدم اینه که سفر شما در نتورک مارکتینگ ابتدا باید با 1 فنجون خالی آغاز بشه. پس باید فنجونتون خالی کنین. اگه نشستین به من گوش میدین و میگین من قبلا این داستان رو شنیدم، خب که چی؟ این یعنی فنجونتون خالی نیست و هرگز پیش نخواهید رفت، چون فنجونتون پره هیچ وقت به موفقیتی که میخواین نمیرسین. پس وقتی وارد نتورک میشین، وقتی وارد این تجارت نتورکینگ میشین، وقتی به خانواده وی ملحق میشین، اولین قانون تخلیه فنجونتونه. خب و امیدوارم از اینکه با شما کاملا رک خواهم بود ازم دلخور نشین. من اهمیت نمیدم اگه تحصیل کرده این یا پی اچ دی دارین، اهمیت نمیدم که قبلا یک تجارت سنتی موفق داشتین یا نه. این نتورک مارکتینگه، یه تجارت کاملا متفاوت. مگر اینکه قبلا در نتورک مارکتینگ موفق بودین و بیشتر از من پول درآوردین و یه نتورک بزرگتر از مال من ساخت. در اینجا من تمایل دارم که فنجونامو خالی کنم و به شما گوش بدم، اما تا زمانی که شما کاملا در این تجارت موفق نشدین خواهش میکنم فنجونتون رو خالی کنین. خب وقتی سفرتون رو در این تجارت آغاز میکنین، منطق خالی کردن فنجونتون چیزیه که داتا ویجی بهم گفت باید هر روز انجامش بدم. خب میخوام از همه یاد بگیرم. اگه میخواستم بدونم ماشینمو چطوری تعمیر کنم، از یه مکانیک یاد میگیرم. اگه مکانیک بخواد نتورک مارکتینگ یاد بگیره، از من یاد میگیره. پس با یه مبنای روزانه باید فنجونتون رو خالی کنین برای اینکه دانش بیشتری به دست بیارین، تا بیشتر تجربه کنین، تا از افرادی که از شما خیلی موفق ترن یاد بگیرین. کسی که شما رو ثبت نام میکنه بالا سریتون، هر چی که گفتیم انجام داده، تجربهش در این تجارت بیشتره چون قبل از شما ثبت نام کرده. خب بالا سریه بالاترتون، AVP ها، مشاوران وی، مخصوصا اعضای وی، اینها افرادی فوق العاده موفقن. درآمدشون در 1 هفته از درآمد 5 سال قبل شما در تجارت سنتیتون بیشتره. خب
و وقتی وارد کشور شما میشن، وقتی برای NSS میان، برای ریویکان، NDA یا هر برنامه آموزشی دیگه‌ای باید با فنجون خالی اونجا باشین. خیلی از نتورکرها، بسیاری از افرادی که به تجارت ما میان، با پیش زمینه این که نیازی به آموزش ندارن وارد میشن. بذارین یه بار دیگه تأکید و یادآوری کنم که تجارت ما به آموزش دیدن وابسته است. باید به تمام آموزش ها بیاین. باید تشنه باشین برای دانش. باید برای آموزش تشنه باشین. هنوزم روزای اولیه که شروع کردم یادم میاد، سال 1998 با داتا ویژه جاپا. من می جنگیدم و از کوچکترین زمانهایی که میتونستم به دست بیارم استفاده میکردم تا از داتا ویژه یا جاپا هر نکته کوچیکی رو یاد بگیرم. من کنار داتا میشستم و وقتی با یکی دیگه تلفنی حرف میزد، من فقط بهشون گوش میدادم تا چیزی یاد بگیرم که بتونم در نتورکینگم به کار بگیرم یا به طور کلی در زندگیم. خب هنوزم یادم میاد که یه بار میخواستم لیدرام داتا رو ملاقات کنم و من توی مالزی بودم و داتا توی سنگاپور. 5 ساعت با ماشین تا اونجا فاصله داره. خب پس به داتا زنگ زدم و گفتم میشه اجازه بدی بیایم چیزی ازت یاد بگیریم؟ گفت من در هتل حیات سنگاپور هستم، اگه میخواین بیاین. پس من همه لیدرامو جمع کردم و راه افتادیم. 5 ساعت رانندگی، مسیر از روی پل به سمت سنگاپور. رفتیم هتل حیات. خب و ما از پایین بهش زنگ زدیم و گفتیم داتا ما پایینیم. گفت منتظر باشین میام پایین. و ما 8 ساعت صبر کردیم. 8 ساعت صبر کردیم و بالاخره داتا اومد پایین. با ما حدود شوخی نمی کنم. خب با ما بیشتر از 20 دقیقه حرف نزد و گفت خیلی متشکرم، باید برم، یه قرار ملاقات دیگه دارم و رفت. پس ما 5 ساعت رانندگی کردیم، 8 ساعت صبر کردیم و 20 دقیقه پیش داتا بودیم و 5 ساعت دوباره رانندگی کردیم تا برگردیم. اما اون 20 دقیقه خب بی نهایت برای من و گروهم مفید بود، چون که فنجونامون خالی بود. اون 20 دقیقه ما را برای 3 سال جلو برد. هنوزم ما آموخته‌های اون 20 دقیقه را به کار می‌بندیم. تا همین امروز ازش تو مجموعمون استفاده می‌کنیم. بنابراین خالی کردن فنجونتون ضروریه. هر فرصتی که پیدا کردین تا با یه نتورکر موفق باشین، با بالاسریتون AVP، مشاورای وی، اعضای وی، اون فرصت رو بقاپین. خب در کافی شاپ، زمانی که توی فرودگاه منتظرین، توی ماشین، وقتتون رو هدر ندین. یاد بگیرین. فنجونتون رو خالی کنین. در غیر این صورت نمیتونین ادامه بدین. خب آموزش لغت سنگینیه. اگه در تجارت سنتی راجع به آموزش صحبت کنی، راجع به آموزش دهندای بزرگی که خودشون هم در زندگیشون بهش عمل نمیکنن، فقط برنامه‌شون رو میفروشن و از این راه پول در میارن. به امثال شما یاد میدن چطور پول در بیارین، در حالی که خودشون از طریق تجارت سنتی پولدار نشدن و شما 2-3 هزار دلار آمریکا میپردازین تا در این جلسات آموزشی شرکت کنین و برمیگردین خونه و هیچ وقت از آموزش استفاده نمیکنین. فقط کتابا رو میچینین روی هم و 200 تا کاست دارین که میبرینشون گاراژ خونتون و بعد از 5 سال هنوزم بی پولین. اما من از واژه آموزش استفاده نمیکنم. آموزش کلمه سنگینیه و همه اساساً مقاومت میکنن. متوجه میشین اون کیه که میخواد به من آموزش بده؟ اون جوانتر از منه. این مشکل من بود. من وقتی 23 سالم بود نتورکینگ رو شروع کردم و زیر مجموعه های 40-50 ساله داشتم و با گوش دادن به من مشکل داشتن، چون من جوانتر بودم. خب ولی وقتی من در نتورک مارکتینگ به طور چشمگیر موفق شدم، چون از معلمم داتا ویژه یاد میگرفتم، خب همه میخواستن که به من گوش کنن. پس به موفقیت گوش بدین. هرگز سوال نکنین چرا، بپرسین چگونه و پیروی کنین. خب پس دوست ندارم از کلمه آموزش استفاده کنم. کاری که الان میکنم اینه که با شمایی که به حرفم گوش میدین مطالبی رو در میون میذارم. نمیگم چیزایی که در 8 سال گذشته باهاتون در میون گذاشتم و از آسمون آوردم. باید بگم افتخار میکنم که این آموزش ها مال من نیستن. هرچی که میگم از کسی بهتر از خودم، موفق‌تر از خودم، مخصوصا داتا ویژه اسواران یاد گرفتم در این صنعت نتورک مارکتینگ. خب و من به این دانش احترام میذارم و من این دانش رو کسب کردم و براتون گفتم. بنابراین دروی دوست ندارم بگم بیاین جلسه آموزش. هی لطفاً بریم به جلسه، چون سخنران قراره تجربیاتشو با شما در میون بذاره که خیلی مهمه. مثل 8 سنگ بنای اصلی که گفتم، سفری رو توی مسیری شروع کردین که هرگز در اون نبودین. یه جاده جدید یا یه بزرگراه. خب و میخواین از نقطه A برین به نقطه B. میتونین خودتون راهشو پیدا کنین. ولی اگه زرنگ باشین یا عاقل، از کسی که قبلا توی مسیر بوده سوال میپرسین.
ازش میپرسین ببخشید این سفر چه جوریه؟ از چه مسیری نباید برم؟ سمت چپ، سمت راست، کجا یه جاده دست انداز داره؟ کجا یه جاده درخت افتاده؟ کجا یه جاده پلیس کمین کرده که حواسم باشه جریمه نشم؟ متوجه میشین این کاریه که یه آدم عاقل انجام میده. پس در تجارت ما عاقل باشین. از ارشدها و بالاسریاتون یاد بگیرین. حالا جلساتی که مسائل با شما در میون میذاریم که بعضیا بهش میگن جلسات آموزشی، خب طبق دسته‌بندی من به 3 بخش تقسیم میشن. اگه من زیر مجموعی دارم، از 3 راه میتونم بهش کمک کنم. یا در 3 سطح باید بهش کمک کنم. سطح شماره 1 خب در واقع رشد شخصیه. رشد منحصر به فرد یک شخص. خب و این خیلی مهمه، چون بسیاری از افراد با عقاید پوچ ذهنی وارد تجارت ما میشن. الکلی هستن، تنبلن، بعضیا ناتوانیای ذهنی دارن، طلاق گرفتن، با زناشون یا خانواده هاشون مشکل دارن، خب اعتیاد و مشکلاتشو دارن، هر شکلی میدونی. اینها مشکلات شخصیه که اونا با خودشون دارن و شما گاهی اوقات به عنوان یک بالاسری به اونا در مشکلات شخصیشون کمک میکنین. چیزی که منو بیشتر از چیزای دیگه جذب نتورک کرد، چیزی که منو جذب وی کرد، مأموریتی بود به نام خودتان را ترقی دهید و رشد کنید تا به بشر خدمت کنید. فقط بحث پول نیست. بحث اینه که به کسی کمک کنین تا زندگیشو تغییر بده. و من عاشق این جنبشم و این چیزیه که منو به ادامه کار سوق میده. من آزادی مالی دارم. بازنشستم. اینقدر پول دارم تا باقی عمرم رو کاملا راحت زندگی کنم و این هنوزم دارم کار میکنم چون میخوام زندگی خیلی ها رو عوض کنم. فکر میکنم پتمنای زیادی هستن که به پتمن احتیاج دارن. خب و من فکر میکنم این وظیفه منه. خیلی چیزا از این شرکت یاد گرفتم. نوبت منه که تلافی کنم. خودتون رو بالا بکشین. من با کمک داتو خودمون بالا کشیدم و حالا میخوام به بشریت کمک کنم. پس در سطح‌های نتورکینگ برای زیر مجموعه هام، اولین قسمتی که برای آموزش روش تمرکز میکنم مثلا رشد شخصیه. خب و در اون زمینه رشد شخصی هدایتشون میکنم. در زمینه‌های مختلف مثل دیسیپلین، تعهد، تغییر سبک زندگیشون. خب درباره گیاهخواری حرف میزنم، راجع به ترک استفاده از الکل، همه چی، چون میخوام شخصی بهتر باشن. خب و مهمترین چیزی که با همه زیر مجموعه هم در میون میذارم قدرت تدریس داتوه که با میلیون ها نفر در سرتاسر جهان در میون گذاشتم و به اون قلمروی سکوت میگیم. اولین چیزی که باش فرد رو سویچ آن نگه میدارم قلمروی سکوته. اهمیت و قدرت سکوت. 1 ساعت در روز که بهش کمک میکنه رشد شخصی بکنه. این رشد شخصی، اوکی؟ قلمروی سکوت جنبه خیلی مهمیه و به فرد کمک میکنه رشد منحصر به فرد داشته باشه، پدر بهتری باشه، پسر بهتر، ولی از همه مهمتر کمک میکنه نتورکر بهتری باشه، به طور کلی انسان بهتری باشه. اوکی؟ بعد به قسمت انرژی میرسیم، یا هیجان، یا اشتیاق، یا علاقه. خب و این محدوده به ایونت های ما وابسته است. خب در هر سازمانی سراسر جهان یه سیستم وجود داره. اوکی؟ هر سازمانی مخصوصا وی سیستم خودشو داره. ما NSS داریم، NDA داریم، ریویکان و در رأس همه ایونت های ویکان. خب جایی که مردم میان تا جذب انرژی بکنن. اون ایونت سرشار از ذوق و علاقه و هیجانه. خب کلی موسیقی با صدای بلند، برنامه‌های رقص و فریادکشی و پایکوبی، همچنین کلی برنامه‌های علمی. درست که بخش دوم رو تشکیل میده و اگه شما سازمان خودتون اداره میکنین و 200-300 تا زیر مجموعه دارین، باید به یک سیستم تعلق داشته باشین. بدون سیستم در نتورک مارکتینگ نتیجه نمیگیرین. نمیتونین به تنهایی جلو برین. و سیستم شما مثل سیستم من زمانی که به طور فعال نتورکینگ کار میکردم از خونه‌ام آغاز شد. از منزلم آغاز شد. هر یک شنبه با 10 نفر در اتاق نشیمنم. درست؟ گاهی اوقات فیلم میدیدیم و گاهی تعلیمات اولیه و تجربیاتمون رو با هم در میون میذاشتیم و از 10 نفر به 20 نفر 30 40 50 نفر رشد میکردیم و بعد باید یه تالار کوچیک رزرو میکردیم توی محلمون، روستامون و بعد به 100 200 300 نفر میرسیدیم. بعد باید یه هتل رزرو میکردیم. الان که 2-3 هزار نفر شدیم یه مرکز گرد همایی بزرگ رزرو میکنیم. خب یک سیستم متشکل است از ایونت ها، آموزش ها که اساساً جلسات در میون گذاشتن تجربه هاست، ابزار در واقع سیدیان، بروشورا، جزوات، لوازم راه اندازی،
همه ازم میپرسن چرا نتورک انقدر طول میده تا لوازم راه اندازی رو بسازه. هی شما خودتون لوازم راه اندازیتون رو بسازین. ما در تاریخ بی‌نظیرترین محصولات رو به نام بایودیسک عرضه کردیم. همه میگن حتما جزوه لازم داریم. منتظر ما نباشین. جزوه خودتون رو خودتون تهیه کنین. خودتون پاورپوینت پرزنتیشن تهیه کنین. چی نمیذاره این کار انجام بدین؟ خب باید یه سیستم خلق کنین. باید برین پیش بالا سریتون که یه سیستم داره و خودتون رو به سیستم اون متصل کنین. اون سیستم ایونت ها، ابزار، سی دی ها، کاست های صوتی، سی دی های صوتی، مسافرت ها. خب این سیستم انرژی شما را تأمین میکنه. علاقه شما را تأمین میکنه. حرفا ما نقد کنین. اگه دیگه با بالا سریتون حرف نزنین، خونه بمونین و در هیچ ایونتی شرکت نکنین، هیچ جلسه آموزشی، چه اتفاقی براتون میفته؟ چه اتفاقی میفته؟ انرژیتون تحلیل میره. سطح تعهدتون پایین میاد. تنبل میشین. طبیعت انسانه. بیشتر تلویزیون نگاه میکنین، با زنتون دعوا میکنین، بیشتر میخورین، نمیخواین برین بیرون. اگه به سیستم متصل نباشین، به تدریج به طور طبیعی از نظر مالی میمیرین. در این تجارت موفق نخواهید شد. من به یه سیستم متصلم. من به عنوان زیر مجموعه به سیستم داتا ویژه متصلم. من به سیستم وی متصلم. خب و این اتصال باعث میشه انرژیم و سطح اشتیاقم بالا بمونه. خب چون نتورک مارکتینگ به اشتیاق مربوطه، به انرژیتون مربوطه، به سطح تعهدتون و نمیتونین به تنهایی انجامش بدین. باید به یه سیستم متصل باشین. باید تصمیم بگیرین که به کدوم سیستم متصل بشین. بالا سریتون رو چک کنین. خب الان اگه نشستین و گریه میکنین که من هیچ بالا سری ندارم، اون وقت وی بالا سریتونه. آنلاین بشین و برین www.d-v.net. خب و با افراد ما ارتباط برقرار کنین و ما بهتون میگیم ایونت ها کجا برگزار میشن. بهتون میگیم که کی میتونه ساپورتتون کنه توی سوئد، کامبوج، هند، سریلانکا، افغانستان، تاجیکستان، مالزی، سنگاپور، پاپایوگینی، موریشس. خب ما بالا سر ارشد شماییم. سیستم داریم. ما همه جای دنیا ایونت هایی برگزار میکنیم تا نتورکینگ رو حمایت کنیم. اما شما باید میل شرکت در ایونت ها رو داشته باشین. باید میل آموزش دیدن رو داشته باشین. باید فنجونتون خالی کنین. به بالا سریتون گوش کنین. حتی اگه بالا سریتون احمق به نظر میاد، نگران نباشین. چون بالا سریتون یه بالا سری دیگه داره. که به اون آموزش میده. پس اطلاعات از بالا به پایین منتشر میشه. پس چیزی که از بالا سریتون میشنوین به احتمال زیاد حرفای داتا ویجه یا پتمن، جاپا، تی جی، دونا، کونا، رانجیت. خب متوجه میشین؟ بالاسری شما مسیر زندگی شماست. همونطور که در 8 سنگ برای اصلی گفتم. شماره بالاسریتون باید اولین شماره دفترچه تلفن گوشیتون باشه. خب باید هر روز بهش SMS بدین. هر روز باهاش صحبت بکنین. خب و این تنها راه رشد شما در این تجارته. بذارین یه نصیحت بهتون بکنم. آخرین باری که به یه جلسه آموزشی رفتین، آخرین باری که تو فنجونتون اطلاعات ریختین کی بوده؟ آخرین باری که دانشتون رو با تجربه یک کس دیگه ای افزایش دادین کی بوده؟ از کسی که از شما موفق تره یاد بگیرین. باید این کارو بکنین. خب پس آموزش یه جنبه مهم این تجارته. از هر فرصتی که پیش اومد استفاده کنین. آموزش‌های وی، آموزش‌های بالا سریتون، آموزش‌های گروهتون، هر فرصتی که پیدا کردین شرکت کنین. باید برای آموزش تشنه باشین. من همیشه مثل یک کودک گم شده داتا ویژه دنبال میکنم. فقط برای اینکه بتونم بهش گوش بدم، تا کنارش بشینم، تا یکم ازش انرژی بگیرم، تا قدری از خردش رو یاد بگیرم و بعد با زیر مجموعه هم در میون بذارم. مثل یک کانال انتقال میشین، مثل یک پیام آور. پیامو به زیر مجموعه هاتون برسونین. این چیزیه که وی انجام میده و ما پیام خودمون رو به 25 نفر، به 2.5 میلیون نفر زیر مجموعه انتقال میدیم. مطمئنم که یه روزی 25 میلیون میشه. کاملا مطمئنم. خب آموزش مهمه. پس رشد شخصی رو یاد گرفتین. قلمروی سکوت. خب تعلیم دادنشو، کمک به اینکه رشد شخصیشون رو به طور منحصر به فرد انجام بدن. فهمیدین که سیستم بهشون کمک میکنه رشد کنن، کمکشون میکنه در اشتیاقشون رشد کنن و اینکه سطح اشتیاقشون رو بالا نگه میداره، همیشه هیجان زده نگهشون میداره. و بعد قسمت سوم اساساً کمک میکنه که پول در بیارن. به خاطر اینکه در نهایت خانم ها آقایان اینه، باید پول در بیارین. به نتورک وارد نشدین به عنوان یه سرگرمی و برای اینکه قسمتی از یک کلوپ اجتماعی باشین نپیوستین. به نتورک پیوستین با یه تصمیم جدی تجاری. وارد شدین چون میخواین پول در بیارین.
میخواین زندگیتون رو تغییر بدین، چیزی به نام آزادی مالی میخواین و باور کنین وقتی آزادی مالی پیدا کنین زندگی زیبا خواهد شد. خب حالا بخش مربوط به پول یه مسئله ذهنیه. همه میگن حتما یه چیزی بگو که تضمین میکنی باش پولدار میشم. و من میگم نمیدونم. چیزی نیست که تضمین کنه شما چه چکی خواهید داشت، چک 250 تایی، 500 تایی یا چک 15,000 تایی. یه چیز کاملا ذهنیه و هیچ بالاسری نمیتونه بهتون بگه ضمانت میکنم هفته بعد چک $500 آمریکا میشه. در زندگی هیچ ضمانتی نیست. خب اما مطلب اصلی که باید درک کنین اینه که خب من یه چیزایی فهمیدم. از داتا ویجه یاد گرفتم. تمام تجربیاتی که از نتورکرهای موفق سراسر دنیا به دست آوردم. متوجه شدم که تنها روشی که مطمئن بشین چکی به دست میارین یا به آزادی مالی میرسین اجرا کردن قانون شماره 3. قانون شماره 3 ورد زبون منه. اگه هر کدوم از جلسات آموزشی منو در یک سال گذشته شرکت کرده باشین، هر جای دنیا تنها چیزی که راجبش حرف میزنم قانون شماره 3. قانون شماره 3 ساده است. معنی قانون شماره 3 چیه؟ اینه که یک نتورکر باید تعهد بده تا 15 تا برنامه پریزنتیشن شخصی تجاری در ماه داشته باشه. برنامه 15 تا پریزنتیشن اگه میخواین به آزادی مالی برسین. اگه نمیخواین به آزادی مالی برسین اشکال نداره، سرگرمیه. خب من ماهی قرمز دارم، ماهی قرمز نگه دارین، سرگرمی خیلی خوبیه. 2 بار در روز بهشون غذا بدین و خوشحال باشین. اما اگه به نتورک اومدین، اگه به این تجارت برای آزادی مالی اومدین، قانون شماره 3 رو انجام بدین. اگه الان اونجا روی مبلتون نشستین، اگه با گروه لیدراتون نشستین، به هم دیگه نگاه کنین و بگین من میخوام قانون شماره 3 رو انجام بدم. تصمیم گرفتم که قانون 3 رو انجام بدم. چون در یک سال گذشته که قدرت قانون شماره 3 رو باهاتون در میون گذاشتم، در همه جای جهان با همه گروه‌های قدرتمند، با همه AVP ها، مشاوران نوی، همه به من زنگ زدن و گفتن ممنون پتمن. چکم بیشتر شده. گروه هم قوی‌تر شده. بیشتر از هر وقت دیگه‌ای ثبت نامی داریم. و این همش به خاطر قانون شماره 3. پس بهتون نصیحت میکنم قانون شماره 3 رو انجام بدین. پس رشد شخصی رو فهمیدین، سیستمی که انرژی و اشتیاق رو تامین میکنه تا فرد تعهدش رو به تجارت حفظ کنه و بیرون نیفته و شکست نخوره. خب و قانون شماره 3 رو فهمیدین، درست؟ که اطمینان میده فرد میره و 15 بار در ماه پلان رو نشون میده و اطمینان میده چکشو میگیره و به آزادی مالی نزدیکتر میشه. پس قانون شماره 3 رو همه باید انجام بدن. اگه چک شما $15,000 آمریکاست، قانون 3 رو انجام بدین تا بشه $20,000. اگه چکتون در هفته 250 تاست، قانون 3 رو انجام بدین تا بشه 750 تا. خب مهم نیست که شما به عنوان یه نتورک چقدر بزرگین، تا بازنشستگیتون باید انجامش بدین. من از 1998 قانون شماره 3 رو انجام میدم تا 24 ژوئن 2005. تاریخ تولدمه، برای اطلاعاتون گفتم. میتونین برام یه چیزی بخرین و به دفتر وی بفرستین. خوشحال خواهم شد. اوکی؟ هر ماه قانون شماره 3 رو انجام میدادم و درگیر کارم بودم. مسافرت، آموزش برای وی همه جای دنیا، توی هواپیما، مهماندارا، پیش خدمت‌ها، دوستان، آشناهای جدید، هتل، قانون شماره 3 رو انجام میدادم. قانون شماره 3 جواب همه مشکلات شماست و نمیدونم دیگه چه جوری بگم. واقعا جوابشه برای رسیدن به آزادی مالی. خب نکته اینه که شما الان در تجارت ما هستین. پس باید به رشد شخصیتون توجه کنین. انرژیتون رو ذخیره کنین و پول در بیارین. برای رشد شخصی قلمروی سکوت. 1 ساعت سکوت در روز تا 23 ساعت دیگه روزتون رو به نحو احسن در اختیار داشته باشین، تا سویچ آن باشین، تا متمرکز باشین. خب وقتی داتا قلمروی سکوت رو برای من شروع کرد، بذارین صادق باشم، ابتدا خیلی برای من سخت بود. 1 ساعت سکوت برای پتمن یه کار رنج‌آور بود، ولی الان دیگه بهش عادت کردم. خب و هر روز یه چیزی ازش یاد میگیرم. کمک میکنه متمرکز بمونم، کمک میکنه چیزا رو به این شکل انجام بدم، کمک میکنه بهتر ارتباط برقرار کنم، زیر مجموعه هامو بهتر و بیشتر ترغیب کنم، گروه ها رو با انگیزشون کنم، برم روی صحنه و برای هزاران نفر صحبت کنم. قبل از اینکه برم بالا یه ارتباط سکوتی میگیرم و ذهنم باز میشه. داتا منو برای سالها راهنمایی کرده و بهم گفت پتمن موفقیت اون یا راز موفقیتش اینه که این کارو 18 سال انجام میده. به همین دلیله که موفق ترین تجارت نتورک مارکتینگ رو اون روی کره زمین اداره میکنه و قوی ترین گروه های نتورک مارکتینگ رو روی این سیاره اداره میکنه. به هم گوش میدین؟ خب پس برای رشد شخصی آموزشتون بین شما و خودتونه. بالا سریتون هدایتتون میکنه، تعلیم میده، نظارت میکنه. خب ولی شما باید بخواین که تغییر کنین. اگه میخواین که خودتون زندگیتون رو تغییر بدین، اگه میخواین به تنهایی پیشرفت کنین و رشد بکنین، خب
کتاب قلمروی سکوتو بگیرین و برین پیش بالا سریتون، یاد بگیرین و هر روز انجامش بدین. اون رشد شخصیه، اوکی؟ خب و یه مربی انتخاب کنین. یه مربی مشخص کنین. مربی کلمه پرمعناییه او نه. فقط کسی که هدایتتون میکنه، کسی که تجربه و دانشش در این تجارت از شما بیشتره. پیداش کنین، باهاش ارتباط برقرار کنین و وقتی با اون کار میکنین فنجونتون رو خالی کنین. خب شماره 2، شما رشد شخصی و رشد شخصی تموم شد. تامین انرژی و هیجانتون و اشتیاقتون در نتورک مارکتینگ رو دارین که با آموزش انجام میشه. لطفاً در همه ایونت های وی شرکت کنین. در هر چیزی که توسط بالاسریتون یا گروهتون سازماندهی شده شرکت کنین. هر آخر هفته برین خونه بالاسریتون و بیرون منتظر باشین تا بهتون اجازه بده برین تو. اگه اعضای وی به کشور شما اومدن، همونطور که من دنبال داتا وی جی بودم، مثل یه بچه گم شده، دنبالشون برین. AVP آموزش های مشاورانه وی برین. خب همه که در صحنه سخنرانان حرفه‌ای نیستن. مهم نیست. به خاطر تجربیاتش بهش گوش بدین. چون اون در این تجارت بیشتر از شما فعالیت کرده و نتیجه گرفته. و بعد فنجونتون خالی کنین و برین یاد بگیرین و به کار ببندین. یاد بگیرین به کار ببندین. خب برای نگه داشتن انرژیتون در ایونت ها شرکت کنین. نتورکینگ یه تجارت فوق العاده خشکه و هممون گاهی داغونیم. خب ولی اگه در ایونت های وی، ایونت های بالاسریتون و غیره شرکت کنین و با بالاسریتون وقت سپری کنید، همیشه بالا خواهید بود. سطح هیجانتون رو میگم. من هر روز همین جوریم. شما هیچ وقت پدمن سناتی راجیا رو غمگین نمیبینی، چون من همیشه در قلمروی داتو همیشه ازش یاد میگیرم و وقتی ترکش میکنم احساس میکنم میتونم دنیا رو فتح کنم. خب و این احساس باعث میشه ادامه بدم و من 9 ساله که دارم این کارو میکنم و همون هیجانی که در روز اول داشتم هنوزم دارم. در واقع هیجانم امروز بیشترم شده. خب چون به ایونت ها میرم، خب با داتا کار میکنم و ازش یاد میگیرم، انرژیمو بالا نگه میدارم. سومین قسمت پول درآوردنه. قانون شماره 3. حتما انجامش بدین. این راز موفقیت من و بسیاری از افراد اطرافمه. این ویدیو خیلی کوتاهه و میخوام برای همه در سراسر جهان پخشش کنین. و اگه الان اونجا نشستین، یه نصیحت براتون دارم. وارد این تجارت شدین تا پول درارین. وارد این تجارت شدین تا زندگیتون رو تغییر بدین. وارد این تجارت شدین تا کمک کنین بقیه مردم زندگیشون رو تغییر بدن. این مسئولیت رو جدی بگیرین. قانون شماره 3 رو انجام بدین. به جلسات آموزشی بیاین. قلمروی سکوت رو انجام بدین و بهتون اطمینان میدم در 2 سال آینده خب یا به آزادی مالی میرسین یا خیلی بهش نزدیک میشین. خب و یک نتورک فوق العاده قوی از افراد خواهید ساخت که یه روزی از شما برای کمک کردن به تغییر زندگیشون تشکر خواهند کرد. این یه ویدئوی کوتاهه و به دلایلی میخوام در چند ماه آینده کلی از اینا بسازم که صوتی هاشو در ماشینتون و تصویریاشو در منزلتون پخش کنین. این یه آموزشه. اینو پخش بکنین. اعضای خانواده‌تون رو جمع بکنین، از یه بایودیس آب انرژیزا بهشون بدین، بهشون یکم ذرت بدین، تماشا کنین، یاد بگیرین و به کار ببندین. اوکی؟ این اولین ویدئوی کوتاه پتمن سناتیراجا از استودیوهای ویه. خب این اولیشه و ممکنه حدود 10-15 تا از اینا بسازم و این ویدئوهای کوتاهو درباره هر جنبه نتورک مارکتینگ خواهیم ساخت. موضوع امروز این ویدئو اهمیت آموزش و اهمیت تخلیه فنجونتونه. پس خانم ها آقایان، قبل از اینکه این ویدئو تموم بشه فنجونتون رو خالی کنین و یادتون باشه که آموزش کلید موفقیته. قانون شماره 3 راز موفقیته در تجارت ما. خیلی ازتون ممنونم. خب